برای اون چیزی وقتی که اگر همین فکر باشه بعضی وقتا میشه که همون چیزا رو اجرا نمیکنی خیلی نمیفهمی همون چیزا رو درست حساب یعنی فکر باشه که البته دو نمود رفتار هست، یکی رفتار با عقلانه، یکی رفتار دلی. ما بسیار وقت با عقلانه رفتار میکنیم، یکی روز قهرمون میکنه که چیکار کنیم؟ پروسته دوره عقل ببریم، قاعده است. هیچ گپ نیست که بعضی آدم حالت آدم خطا میکنه. چون بسیار درست گفته است رسول اکرم روز سلام بر او میگه که خطای عالم صرف نظر کن. یکی عالم یک خط میشه داخل آدم خطا میکنه، صرف نظرش کن. خطای گپی خوب یک احمق قبول کن. چون بعضی وقت میشه یک رفتارهایی میکنیم که اینستینکت غریزوی میکنیم، هیچ گپ نیست. مثلا بسیار یک مسئله بسیار نازک است. میگن کدام آدم بهشتی است؟ سوال است. کدام آدم بهشتی؟ وقتی در بیخودیش بیخوده ولی هنوز یاد ندارد، یا که نارکوزش داده، اپراسیا گذاشت، یا اینکه حالتی که یگان لط خورد، حالتی که سخت ترسید، یگان واقعه یگان حادثه شد، مثلا میگه که یا خدا میگه، یا اینکه میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله، یا میگه اعوذ بالله، یعنی که در تگ دلش همون کلمه یکم میبروید. مثلا آدمی هست که اوچهش نقص بسیار دوست میداره، هم یکم واقعه شد چی میگه؟ اوچه جان، یا اوچه، یک اوچه جان میگه، دیگه میگه هسته، یعنی که مادرش تست یعنی در تگ دلش موندگیه. اما حالت ما وقتی تربیت بسیار خود ما میکنیم عشقای روحی خطی، آن کلمه ما میخواهیم که در همه قلبمان جا شود. مثلا از اون جمله وطن برای وطن آیا تیار است که جانش نثار کنند؟ همون کسی نثار میکنه جانش که در تگ دلش وطنش بسیار دوست دارد. بفهمه که همین وطن ویران باشه خانهش ویران است. بفهمه که مثلا وطن ویران باشه اگر نمیتونه زندگی بردن، هر کس کمبودی خودش دارد، میتونه امروز کمبغالی خودش یا که ناداری یا که مشکلات خودش در چی بزنه و بعضی کارها بزنه که سبب این است سبب اون است، لیکن در عموم به وطن بدن بسیار مشکل است. انا همه وطن در دل جا کردن به همه مشغول روحیت های میشن که مثلا در دل خود اون چه که شما دوست میدارید. مثلا بگذار دختری هست که دوست میدارد، دوست داشته شد، مثلا عاشق شد دوست میدارد، میتونه که چیکار کنه؟ معشوق شد، میتونه که همون در دل خود جا کنه. همه عشق زوریش همینه، میدونه که وای در تگ دل میشه نمیشه همش میخزونی گپ هم چیزا میزنه. میشه با سکوت. مثلا انسان کلام شدن میگیره. یعنی مثلا شما میدونید زلیخا چیکار کرد؟ یوسف دوست میداشت. وقتی خدا را شناخت گفت که من کسی که یوسف آفریده است یافته میشه به من یوسف چی نکنه. شما اگر مثلا دیدید که مثلا مادر را دوست داشتن نکنه، کودکی مادر را نمی‌دونه چیکار میکنه؟ دوست همه وقت مادر را دوست داشتن نکنه. لیکن از مادر با بالاتر است کسی که با دوست حتی بلند خدا دوست داشتن خدا یا رسولی میگن. لیکن هست اون که میبخشید بعضی بچه‌ها اینا بدلو کلام شوه مادرش که دوست داشت یک دختر دوست می‌داره آیا چش فراموش میکنه؟ فراموش میکنی؟ باید فراموش نکنی، یک فراموش میکنی کو اما حالا نه خلاص یعنی که تگ دل میشود تازه کردن و چیزهای در کاری را برنامه‌ریزی کردن در تگ دل. آدم در حالت اینستینکتیویش غریزویش میفهمه که کیست. چون یک آدم یک عمر خیلی نماز میخوند، تسبیح داشت در دستش، وقتی مردنش در کلمه های تماما دیگر گفت تا بخوام کلمه های تماما دیگر کلمه ها مثلا با او امروز طرز حیاتی که باید داشت چی راست نه. برای این آدم ها رو میگن هم آدم بد منافقه میدونه با دین دام دوزخ پسترین حتمه و همون دوزخی هم عذابترین چیز رو برای منافقه ایجاد دیگر چیز است. ایجاد دیگر چیز است. ایجاد تماما دیگر چیز است. برای همین این تگ درون دیگر کردن
ما چی داریم؟ ما مشقای روانی داریم. بسیار صبر داریم. ما چیکار میکنیم؟ تحمل میکنیم. ما چیکار میکنیم؟ طاقت میکنیم. ما چیکار میکنیم؟ تقوا میکنیم. ما چیکار میکنیم؟ پرهیز. ما میشینیم برنامه‌ریزی می کارهای مهم خود کردن میگیریم. وقتی شما بازار شکست میخورید در زندگی و مشکلاتش معنی نداره که شما بس کنید زندگی. وقتی که ای تگ دلت خواه میبره، وقتی که در درون ذخیره های خود بیدار کردگی شکست نمیخوری. باز چیکار میکنی؟ با تو که هستی با مقصدهای خود رفتن میدی. انا اکنون نگاه کنید مشق روانی احسان داشت. گفتیم که یک احسانش همین است که شما آینده خود چیکار میکنید؟ آینده خود میبینید. آینده خودتون میسازید و فراستتون فقط این چیزا رو کار خوب است. یک چیز دیگرش چیست؟ یک چیز دیگر چی رو میبینی؟ تو حس میکنی آینده تا. حتی میگوین که همون در خانه تا، همون روچکای در خانه تا، کلید در خانه تا حس کن. هیچ خیلی باید میکشوی. بوی کافه تا چی؟ کافه که سحری میخوری همون حس کن. چهره اون کسانی که دوستشون میداری در خطیت باید باشن و او را ببین. آینده سازی در همیشه این جنینه. این اول خیال خشک خالی است. خیال آهسته آهسته چی میشه؟ واقعی میشه. خیال آهسته آهسته واقعی میشه. همین سویچ خیلی آماده است. خیلی راهون که گسی نارک ما نمیدونیم. ما تخمین به خیال میگوییم که یک ذریعت میدود. ما در اصل قپیدگیش نیستیم، دیدگیش نیستیم. با چی ما ادارش میکنیم؟ خیال خطی دارش. فهمیدید نقشی خیال چی خیلی است؟ همین اول یک عالم خیال کرد همه خندیدن. ادیسون. آهسته چی شد؟ آهسته خیال عملی شد امروز دیدستیم. برای همین خیال کم ندونه. لیکن بازی خیال است. یاد ما را خیالی میگن. روز در روز میشینن و خیال میکنن. روز در روز میشینن چی؟ و خیال میکنن. و هیچی عمل نمیکنن. مشق‌های روانی میتوانند چی تیان؟ تربیت گفتیم. طبیعت ما را میخوابن. مشق‌های روانی میتوانند که انسان با فضای اطلاعاتی کیهان پیوست کنند. همین دنیا همش گپ. شما میدونه که همین زمین گپ میزنه میدونه؟ نه. میدونه ستاره ها گپ میزنن. شما نمیدونید. همین وقتی که 1979 علمای امریکا یک اپارات رادیویی را با سمت کیهان موندن و وقتی رادیو را توپ دادن هزارو گپ آمده است فقط نمیفهمیشن. همین دیدن؟ هزارو میلیاردها گپ آمده است. او رادیو پیش توپ میدادی کو صدای گوناگونی چی آوازهای بیهوده بودن کو بیهودهش میگفتن. انا همه خیلی بسیاری بود است که همه کیهان گپ میزد است. مثلا میگیریم همین دو مرچه رو برو میشینن دو مرچه میزنن که شاخچه خطی همون چه برای ما خیلی شاخو خطی دیده استنه با قگری کرده استنه یکی در اصل به همین دو شاخچه بوی میدادن یک دیگر با بوی مرچه گپ میزد است. شما فهمیدید چی گفتم؟ درست بشین شیشته نیاد بار دیگر تکرار میگه اینا عالم خود چون ندارن اینا رو به خط نتیم اینا باید خیلی رفتار کنن ولی صد و فرین شده قدر بو میشینن اقمی بکنیم دو مرچه چکار میکنن است؟ گپ میزنن با چی گپ میزن است؟ با بوی گپ میزن دلفین یک صداها دارد یا کیت یک صداها دارد کیت رفته است یک صداها دارد میدونید همون چیه؟ همون گپ میزنن با هم دیگر گپ میزنن فیل خیلی پوش هم میزنه است در گوشه کدام فیل 500 کیلومتر دمه میده میفهمید است که چی گپی هست شما فهمیدید عالم تمام دنیا گپ میزنن ما پروست این زبان خود ما فکر میکنیم که همه چیه البته زبان زور هست 500 متر ده 500 کیلومتر ده پروانه بوی پروانه دیگر رو میفهم 500 کیلومتر چپرک هست بود پروانه هایش دیگر شما مدینه شما میفهمید نوزکار فهمیده دنیا را پروست یک خشک خالی خیال نکنید
ما با همه فضای اطلاعاتی همه که رسیدیم، انا همه فضای اطلاعاتی انسان دائم در قلبش چیزهای در کاری میگیرن. انا همینا رو پیش میگفتن عرفان، اهل تصوف میگفتن. در همه خلق‌ها هست، در یوگا هم هست، در ما هم هست، در دیگر چیزها هم هست. لیکن افضلیت این سیستم در ما که این نوینه، نوشه. زمین مانند استوره‌های دیگر، مثلا در یک روز 4 مرتبه نفس میگیره زمین. 4 متر بالا میریم، پایین میریم، ما نمیفهمیم. زمین هم جمع فکرهای انسان‌ها، جمع فکرهای انسان‌های روی زمین، فکری زمین است. یگانه سیاره با عقل، اکنون به همین میدونیم این سیاره زمینه. ما نیران داریم حجیره ها، زمین ما حجیره هاشیم. برای همین زمین هم در پیش سیاره های دیگه بسیار کتگی میکنند، نه خیلی افتخار خاصی خدشه دارند. روز برای که اندیشرانه، فکر کننده. جمع فکرهای ما فکری زمینه. شما فهمیدید؟ این فکرهای ما در اطراف زمین نوسفر است، قبض عقلی. انا همین زمین اون طرفش خیلی گپ میزنن، ما باید در کیهان باشیم که بفهمیم زمین خیلی موجها و چی و کیهان میکنه. مثلا یه اپارات اساس کردن، در فضا پرتافتن امریکایی و اروپایی ها و استیزر همون دوره که اگر کدام سیاره هم یافتش بگیرش چیکار کنن؟ بگیرش با ما چیکار کنن؟ رابطه کنن. یعنی خواستن آدمای دیگر را یابن. انا همین فکری چی است؟ فکری مدرک شده زمینه. انا برای همین انسان خودش در مشق‌های روانی میشناسد و مشق‌های روانی ما سکوت کبیر، سکوت بزرگ، سکوت در آمدن به خود است و فکرهای عالی کردن است. و این ملت باز یک چیز دیگری در خود پیدا کرد که باز استواریش هستیش انشای خدا با استوارتر میکنه. با 1000 ساله ها ملت به مردم تفکر و اندیشه و معنویات بالا میکنه. سوال نیست؟ بیاید ما مشق روانی رو چکار کنیم؟